امارات اسلامی در تلاش تقویت پهپادهای نظامی خود با تکنولوژی روز در جهت دفاع از حریم هوایی خود است تا در عملیات‌های هدفمند ماموریت‌های شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات با دقت بالایی استفاده نمایند. و مدت 2 سال میشه روی پروژه متفاوتی کار میکنیم که تمرکز اصلی ما روی پهپاد است و دو نوع پهپاد داریم که یک پهپاد نظارتی است و یک پهپادی هدفمند است. روزنامه بریتانیایی دیلی میل به نقل از منابع گزارش داده است که امارات اسلامی با بهره‌گیری از قطعات و فناوری‌های پیشرفته وارداتی پهپادهای ساخت خود را به سطح قابل توجهی از توانمندی‌های فنی رساندند. این پهپادها که مجهز به سیستم‌های هدایت دقیق و قابلیت حمل مهمات کوچک هستند، نقش مهمی در افزایش توان نظامی امارات اسلامی ایفا می‌کنند و تهدید جدید برای ثبات امنیتی در افغانستان و کشورهای همسایه محسوب می‌شوند. طالبان بخش عمده قطعات الکترونیکی و مکانیکی پهپادهای خود را از بازارهای سیاه و شبکه‌های قاچاق بین‌المللی تأمین می‌کنند. این قطعات شامل موتورهای برقی کوچک، سیستم‌های GPS، سامانه‌های هدایت و کنترل پرواز و حسگرهای پیشرفته است که عمدتاً از کشورهای چین، امارات متحده عربی و حتی برخی کشورهای اروپایی تهیه می‌شود. استفاده از این قطعات باعث شده است که پهپادهای امارات اسلامی نسبت به گذشته از دقت و قابلیت‌های بالاتری برخوردار باشند. در این گزارش آمده است که پهپادهای ساخته شده توسط امارات اسلامی قادر به پرواز در ارتفاعی متوسط با سرعت مناسب هستند و می توانند ماموریت‌های شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات را با دقت بالایی انجام دهند. همچنین این پهپادها توانایی حمل مهمات کوچک شامل بمب‌های سبک یا مواد منفجره را دارند که قابلیت استفاده در حملات هدفمند و عملیات‌های پیشرفته را به آنها می‌دهد. دیلی میل نوشته است که امارات اسلامی موفق شدند پهپادهای با برد عملیاتی تا چندین کیلومتر تولید کنند که می‌تواند تهدید برای پایگاه‌ها و مراکز نظامی در مناطق دوردست باشد. گزارش دیلی میل تاکید می‌کند که امارات اسلامی از حضور کارشناسان آموزش دیده و مهندسان متخصص بهره می‌برند که آموزش‌های لازم برای مونتاژ و بکارگیری این پهپادها را دریافت کردند. طبق این گزارش، این افراد اغلب از طریق شبکه‌های غیررسمی و ارتباطات بین‌المللی دانش فنی و قطعات را به افغانستان منتقل می‌کنند. در این گزارش آمده است که برخی از این کارشناسان پیشتر در سازمان‌های نظامی و یا گروه‌های مسلح دیگر فعالیت داشتند و اکنون نقش کلیدی در پیشرفت فناوری پهپادی امارات اسلامی ایفا می‌کنند. کارشناسان نظامی و تحلیلگران امنیتی در این گزارش هشدار دادند که افزایش قابلیت پهپادی امارات اسلامی می‌تواند امنیت منطقه‌ای را به شکل جدی تهدید کند. پهپادهای مجهز به بمب‌های کوچک امکان حمله به اهداف حساس و غیر نظامی را با دقت بالا فراهم کردند و می‌توانند عملیات‌های خرابکارانه و هراس‌افکنی را به شکل پیچیده‌تر و گسترده‌تر انجام دهند. بر بنیاد این گزارش همچنین استفاده امارات اسلامی از فناوری‌های پیشرفته می‌تواند روند درگیری‌ها و جنگ‌های داخلی در افغانستان را طولانی‌تر و پرخطرتر سازد. کارشناسان امنیتی معتقدند که مسدود کردن مسیر تأمین فناوری و قطعات پیشرفته نظامی برای طالبان باید در دستور کار سازمان‌های بین‌المللی، کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی قرار گیرد. به نقل از منابع اطلاعاتی، امارات اسلامی اکنون از یک پایگاه سابق نیروهای ویژه انگلیس SAS در ولایت لوگر بهره می‌برد تا نیروی هوایی پهپادی خود را توسعه دهد. این پایگاه که در دوران حضور نظامی انگلیس در افغانستان برای عملیات ویژه استفاده می‌شد، به مرکز اصلی آزمایش پهپادهای جاسوسی و عملیاتی حکومت امارات اسلامی تبدیل شده است. خاصی پهپاد ما در بخش نظارت، تصویر، فیلم برداری یا ویدیو اینا استفاده میشه که از یک مکان جغرافی به ما داده و معلومات مانند تصویر، فیلم اینا را به ما ارسال میکنه. بیشتر کاربردش همین است و نظر به مو دادایی که به ما دریافت میکنه از مکان موقعیت، باز ما همون مکان یا موقعیت به این پهپاد هدفمند میتیم و اینا نگفته نمانه پروگرام پذیر هستن. همه چیز اینا را خود ما ساخته ایم. این به اصطلاح پهپادی ما برگشت پذیر نیست. پرتاب میشه و داره یک کلاه که داره، کلاهش فعلا خالی است. فعلا همین با همین جسامت 500 گرم وزن میتونه انتقال بده. منابع میگویند که پروازهای آزمایشی متعددی از این پایگاه انجام شده و برخی از پهپادها در حملاتی در مناطق مرزی پاکستان نیز به کار رفتند. به گفته این منابع، امارات اسلامی با کمک مهندسان بین المللی از جمله افراد مرتبط با القاعده و کسانی که با تحصیلات در کشورهای غربی موفق شدند دهها پهپاد را توسعه و تولید کنند.
گزارش‌ها نشان می‌دهند که امارت اسلامی در حال ساخت نسخه‌های مشابهی از پهپادهای پیشرفته آمریکایی و ایرانی است. ساخت بدنه و مونتاژ نهایی پهپادها عمدتاً در پایگاه پیشین آمریکا به نام کمپ فونیکس در نزدیکی کابل انجام می‌شود. این کمپ پیش از خروج نیروهای غربی در سال 2021 میلادی یکی از مراکز مهم آموزش و لوجستیک ارتش افغانستان بود و اکنون به تأسیسات صنعتی مخفی برای ساخت پهپادهای امارت اسلامی تبدیل شده است. بر اساس اطلاعات درج کرده، کارشناسانی از چین، ترکیه، روسیه، بلاروس و حتی بنگلادش با امارت اسلامی در این پروژه همکاری دارند. برخی قطعات نیز از این کشورها وارد می‌شوند. در سالهای اخیر طالبان از پهپادها برای انجام حملات دقیق و هدفمند استفاده کرده است. به عنوان مثال در سال 2018 میلادی طالبان تصاویر پهپادی را که ادعا می‌کردند سرنگون کرده‌اند منتشر کردند. اگرچه ارتش آمریکا اعلام کرد که این پهپاد به دلیل نقص فنی سقوط کرده است، اما این حادثه نشان دهنده علاقه امارت اسلامی به فناوری پهپادی بود. در سال 2021 میلادی گزارش‌های منتشر شد که نشان می‌داد طالبان از واحدهای پهپادی برای انجام حملات هدفمند علیه مقامات دولتی افغانستان استفاده می‌کند. این واحدها با استفاده از پهپادهای مجهز به دوربین و مواد منفجره حملات دقیقی را انجام می‌دادند که تأثیر روانی زیادی بر نیروهای دولتی داشت. افزایش توانایی نظامی امارت اسلامی از طریق فناوری پهپادی نگرانی‌های امنیتی زیادی را در میان برخی کشورهای منطقه و سرویس‌های اطلاعاتی غربی برانگیخته است. زیرا امارت اسلامی اکنون به جای جنگ افزارهای سنتی به سمت توسعه سامانه‌های هوشمند و حملات از راه دور حرکت کرده است. تحلیلگران امنیتی معتقدند که توسعه توانایی‌های پهپادی امارت اسلامی می‌تواند تعادل قدرت در منطقه را تغییر دهد، زیرا این گروه اکنون قادر است بدون نیاز به درگیری مستقیم اهداف خود را در مناطق دوردست مورد حمله قرار دهد. در واکنش به این تهدیدات برخی کشورها اقداماتی را برای تقویت دفاع هوایی خود انجام دادند. به عنوان مثال پاکستان سیستم‌های دفاعی خود را در مناطق مرزی تقویت کرده و همکاری‌های اطلاعاتی خود را با کشورهای غربی افزایش داده است. از سوی دیگر ایالات متحده نیز نگرانی‌هایی را درباره توسعه توانایی‌های پهپادی امارت اسلامی ابراز کرده است. مقامات آمریکایی اعلام کردند که این موضوع را به دقت زیر نظر دارند و در صورت لزوم اقدامات لازم را انجام خواهند داد. در نهایت به نظر می‌رسد که امارت اسلامی با استفاده از فناوری‌های پیشرفته و همکاری با کارشناسان بین المللی در حال تبدیل شدن به یک نیروی نظامی مدرن و قدرتمند در منطقه است. این تحول عظیم در افغانستان ترس عمیق را در کشورهای منطقه و جهان ایجاد کرده و افغانستان با تهدیدات جدید و پیچیده‌تری زیر نظارت قدرت‌های منطقه و جهان قرار گرفته تا قدرت‌های منطقه مثل آمریکا مانع پیشرفت‌های نظامی در افغانستان شوند و امید افغانستان مقتدر و خودکفا. سعدالله محمدی هستم و ممنونم از اینکه کانال ما را برای تماشا کردن انتخاب کردید. دیدگاه و نظریاتتان را در قسمت کامنت بنویسید و اگر تا هنوز به کانال ما پیوسته باشید نخست ویدیو را لایک، سپس کانال ما را سابسکرایب و آیکون زنگ را فشار دهید و ویدیو را با دوستانتان شریک بسازید. تا دیداری بعد، خدا نگهدارتان.